درود بر شما دوستان عزیز. دلایل یک نقطه از سطح کل کار یا حالت سوراخ شدن. تو این قطعه اول شروع کرد به سوراخ شدن، بعد شروع شد به نقطه سیاه. به این صورت دلایلش محبوس شدن هوای قالبه. یک، یا اینکه قالبتون خیلی سرده، باعث میشه که مواد رونده نیست و به داخل قالب نمیتونه این نقطه آخر رو پر بکنه. دو، دمای سیلندر کم هستش. و یا اینکه نظافت قالب شما اوکی نیست و باید قالب رو تمیز بکنید که بتونه راه هوای قالب به راحتی خارج بشه که مواد به هم دیگه برسه. ببینید تو آخرین قطعه‌ای که ما زدیم بعد از تمیز شدن قالب خیلی اوکی شد به این راحت. این توی این دستگاه ما قطعه ما فقط راه هوای قالبمون بسته شده بود به خاطر کثیفی قالب. امیدوارم که براتون مفید باشه.